سلام بچه ها، من نویانیکس هستم و اولین ویدیو کانال یوتیوب من هست و من چند تا خوراکی های خیلی ترش دنیا رو تست کنم. تاکسیک هستش اینجا، یه دونه تاکسیک که من طعم پرتقالش رو میخوام تست کنم و وارهد که طعم‌های دیگه هم داره. بریم از تاکسیکه. بچه طعم جالبی داشت ولی اونقدر ترش نبود و اینم از وارهده. بریم وارهده رو بخوریم. بچه یه جورایی شبیه لواشک. بچه حتما این ویدیو رو ساب کنید و لایک کنید و من این ویدیو رو در کاسه شاپرک میگیرم.